درود به دوستان عزیز، به مخلصان فوتبال. حالا هم برای به وجود آوردن البته فرصت مساعد هر دو دسته را امکانیت بیشتر است و چون دقیقه های اولی قسم دوم رو با هم تماشا داریم، با اولین آسیبی فوتبال بازان دسته خوجند بعد از مقابلت کردن بازیگران دسته استقلال. برابری به میان به میدان برآمدن هر دو دسته، اولین حمله که اینجا پیش نظر آمد و کوششی که سامان داده شد و بعدا هم حلقه تحت رقم 23 امروز هیئت دسته خوجند شهر خوجند رو اون بازیگری که دلشاد کریموف قوی‌تر کرد و فرصت مساعد برای حسن رستموف. حسن رستموف در خط دفاع خوجند خیلی خوب بازی داشت و محض در همین جریان بعد آنه که جهانگیر ارگاشف یک فرصت موافق رو برایش به وجود آورد و اکنون ضربه حسن هم خیلی بلندتر از بلورچوبی دروازه از میدان بیرون برآمد. نه به سراغه درسته که اینجا هم رامیش جلیلوف انتظارش بود و میکولای زنکو در همین مورد هم موفق نشد. دیگر فکر میکنم حاجت به معرفی دسته ها نیست. در جریان بازی امروز البته فرصت داریم که هر یک لحظه همون فوتبال بازان رو منظورش میکنیم، هم چهره هایشون و هم معرفی آنها هم در رفت بازی امروزه. البته باز هم برای ما زود امکانیت دست میدهد و باید یادآور شد که هر دو دسته هم در قسم اول بهتر جالبتر مقابلیت نشان دادن و محض دسته استقلال امکانیت هایش جهت آسان رخنه کردن خط دفاعی خوجندی ها بیشتر بود و اکنون در قسم دوم هم تقدیری سبقت البته در نیمه دوم حل خواهد شد و دلیر اینجا 33 ساله آسیب دیده است. دفاعگری که در این مورد حالا به یاری تعجیلی طبی نیاز دارد. دلیر توختاسانوف، دولان توختاسانوف برادری او هم در باشگاه فوتبال خوجند موسم گذشته بازی میکرد، اما این چهره را ما در موسم فوتبال این ساله کشور در هیئت خوجند مشاهده نمیکنیم. بعدیانی که رستم خوجایف البته به حیث سرمربی دسته خوجند در ابتدا فعالیت را شروع کرد و هیئت را تا اندازه چون مکمل کرد که دوران توختاسانوف به دیگر باشگاه گذشت و این چهره حالا هم در هیئت دسته های لیگ عالی کم به نظر می رسد و تغییرات اولین رو ما حالا مشاهده میکنیم که در اینجا صاحب جان حکیموف به میدان می براید و دلیر توختاسانوف دفاعگر مرکزی دسته خوجند شهر خوجند که آسیبش جدی است از میدان او را بیرون کردن و همین طور اولین تغییرات در هیئت دسته خوجند. همین یک جوره باید خیلی جالبتر این فرصتی که باز هم دلشاد کریموف کمی به سراسیمه گرا داد. حسن رستموف فردوس چقلف دستپروری باشگاه فوتبال کلوب مرکزی ورزشی ارتش اینجا هم زود فتح حالا باز توپ رو به کناری راستن پرتافت انجام داد
مبارزه فوتبالبازان خوجند در این مورد کم به مشاهده میرسد. احسان پنجشنبه در مقابل با 2-3 نفر و چون به نیمه روز بر رامیش جلیلوف توکل کرد اما موفق نشد. بار دیگر هم بختیار چوریف، حسن رستموف در این مورد اکبل جونز و برگشت سیاوش اسرار و ارتیام برانوس که قامت بلند دارد و در این مورد هم آزادانه از عهده کار خود در این مورد میبراید. احتم نظرف دفاعگر سمت چپ دسته استقلال، فتح الله، شریدین بابایوف، احسان پنجشنبه عمیق به کناری را در این منطقه. حالا دوران ارگشف، رامیش جلیلوف هم در خط محافظت کناری راست دسته استقلال جالب بازی دارد. برگشت او باز هم پرتاب به دوران و در نهایت هم امیربک جورابایوف. بار دیگر هم رامیش، دوران ارگشف. بازیگزاری سرخپوش ها هم به مانند قسمی اول بهتر است اما باز هم عقب نشینی از خط دفاع اینجا قریب کی چگونه باز هم جهانگیر ارگشف برای خود سیاوش مشکلی به وجود میارد. پرتاب به کناری راست. آی چه فرصتی که به عمل آمد. برخیزید بهترش جهانگیر ارگشف و سبقت را ادامه دهید در وقتی لازم. اونجا اکنون اکبل جونز خیلی آزاد بود، انتظار شد اما اکنون اندیشه جهانگیر ارگشف کاملا دیگر بود که در این مورد خواست خود ضربه زند چون احاطه اش کردند 1-2-3 نفر بازیگران دسته استقلال. با این هم توپ آورد و توپ را به اکبل جونز هوا نداد. احسان پنجشنبه دورگشته بعدا هم به خط محافظت مرکز باز هم مبارزه را ادامه میدهد. شریدین بابایوف زود در این منطقه راست دسته خوجند کسی پیدا نشد و بهتر بود فتح الله که در این مورد هم باز هم به احتم نظر و فحتم در این جریان باز هم به احسان پنجشنبه خیلی یک کمبیناسی جالبی شاگردان محسن محمدی رو ما با هم دیدیم. این همون امکانیت مساعد، همون فرصت جالب احسان پنجشنبه را با هم بار دیگر تماشا کردیم از حالت تکراری که خیلی بهتر بود. الکسی ماتروسوف دروازه دسته خوجند شهر خوجند را دفاع میکند و منوچهر احمدوف این کاپیتان دسته چون بیان کردیم که در قسم اول تشبسکاری هایش بیشتر به نظر می رسید. دلیر توختسونوف آسیب دید، اکنون صاحب حکیم و بجایش به میدان برآمد. خورشید بگنظرов، حسن رستموف، بختیار چوریف، احسان بابایوف، دلشاد کریموف، فردوس چقلوف، اکبل جونز، جهانگیر ارگشف. هیئت مکمل دسته خوجند شهر خوجند نومان جان یوسفوف چون بیان کردیم که سرمربی دسته در نیمه اول و این مربی جوان هم بعد آن ناکامی که دسته خوجند روبرو گردید و کن این حالت بحث برانگیز و فرصتی که باز هم حسن رستموف اینجا تو حالتی رو که اگر ما با تکرار مشاهده کنیم البته خواهیم دید که چی عمل اینجا سامان یافت. بله به حسن رستموف با بینو بر سبب همون عمل غیر قاعده‌اش در مقابل با سیاوش اسرارov داور سیاد زین‌الدینov کارت زرد نشان داد و حالت تکرار رو بار دیگر هم ببینیم که چون سیاوش و حسن مقابل نشان دادن اینجا یک لحظه که خیلی هم سیاوش آسیب دید، بعد این هم بعد از افتیدن با پایش چون ضربه زد با کتفی حسن رستموف یا چی حالتی که انا همین مورد بله باعث کمی خرخشه فوتبال بازانی هر دو دسته شد و اکنون بازی هم رنگی دیگر میگیرد. فکر میکنم در قسم دوم اون دسته که بیشتر آمادگی دیده است، اون دسته که ملکش قوی تر است، البته در جریان دیداری امروزه موفق خواهد شد. این همون فرصتی که هر دو هم در یک مورد در یک حالت قرار داشتن و بعدا هم حسن رستموف چه حالتی بود که باز برگشت و خواست که اینجا مقاومت نشان دهد. یک لحظه های خیلی غیر عادی رو گو در فوتبال هم مشاهده میکنیم. اکنون بازی جریان میگیرد، باز هم احتم نظر و فتح الله
احسان پنجشنبه. فتح‌الله احسان، فتح‌الله زود و با سرعت با کی خود ضربه بزند به کناری راستی میدان. باز دروازه‌بان این حالت رو برطرف کرد. جالب‌ترین آی 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 چی باید کرد فتح‌الله برخیزیده کن. جالب‌ترین حالت و اصلا به الکسی متروسوف دروازه‌بان صاحب تجربه که عالی بازی کرد این وضعیت رو البته برطرف کرده توانست و کاملا هدف‌های نهایی فتح‌الله را برباد داده. در یک موردی که حتی تو میتوانست که آزادانه وارد توری دروازه گردد. بعد این ضربه فتح‌الله و این رو الکسی متروسوف توانست که با پایش برگرداند. شریدین، ضربه شریدین هم باز اینجا با پای فردوس چقلاب برخورد. هجوم برقاسا با سرعت فوتبالبازان کبود پشت دسته خوجند شهری خوجند حسن رستمov برگشت و اکنون توپ را از دست داد. وقتی لازم است به همدستگانشان اعتبار نمیدهند و در فرصت نالازم کاری رو انجام میدهند که دیگر حاجت دیگر الکی فرصت از دست می رود. سیاوش اسرارов از میدان بیرون شد و به جای او ناظم باباجانov به میدان برآمد. در حیات هر دو دسته هم یک نفر بازیگری عوض شدند. امیربек جورابویف، احتم نظرов باز به فتح‌الله. اینجا باز جهانگیر ارگاشov توپ را صاحبی میکند و اکنون در مقابل با دو نفر ببینید چگونه امکانیت را به میان میآورد به کناری راست میدان. اما اینجا هم باز حمله دسته خوجند قد نمیگردد. اما این چگونه ضربه است کاپیتان دسته محترم منوچهر احمدوف. حالا که امکانیت بیشتر بود که به سوی پیش حرکت کند و فرصت دیگری که باز به دیگر همدستگانش هم اعتبار دهد و توسط کمک یک دیگر بتوانند که وارد جریمه‌گاه گردند. اما یک خلاصه نالازمی منوچهر احمدوف اینجا هم بار دیگر از همون سرسانی و سرگردانی های بی اساسش بار دیگر درک داد. انا باز امکانیت جالبترین حالتی که احسان بابایوف میتوانست در همین جریان در قسم اول هم خیلی بهتر بود و بعدا هم این امکانیتی 100% را چی حالتی که باز هم ضربه های مستقیمش ثمره بخش انجام نمی‌یابند و در نیمه اول هم برایش جهانگیر ارگاشov یک فرصتی خیلی سازگار را به وجود آورد. در قسم دوم هم الکی یک دفعه احسان بابایوف از فرصت مساعد فارغ موند. بختیار چاریف، خورشید بگنظرov، کاپیتانی دست منوچهر احمدوف. منوچهر زود به نیمه راست اینجا هم دلشاد کریمov چون تلاش کرد و الکی بس میدان بیرون برآمد و یادآور میشویم که در دوره پنجم بازی‌های لیگ عالی فوتبال کشور امروز دو واخوری برگزار شد. ریگر صدس در میدان خود پنجشه را قبول کرد و این بازی با حساب 3-1 به نفع دسته صاحبان میدان انجام یافت و اولین غلبه دسته ریگر صدس در موسم امساله فوتبال کشور که 2 مساوی 2 باخت داشت و پیروزی اولین را محمد جان حبیب‌الله و همراهی شاگردانش امروز در ورزشگاه مرکزی متالورگ شهری تورسونزا در استقبال گرفت. فردوس چقلاب از اوت زود شد توپ رو باز اکبلی جونز. جهانگیر ارگاشov با کناری را بهترین امکانیت یک لحظه ای که چون دور گشته و چون خلاصه گیری کردن الکی فاصله از بین می رود. در یک ثانیه باید فکر نظر عمیق باشد. یک لحظه ای که باز هم میکولای زنکو باز سوی پیش شتافت و این فرصت هم یکی از بازیگران دسته خوجند چون آسیب دیده است که لکی با خورشید بگنظرov بگمونم
بله دفاعگری دسته خوجند دست پروری مکتب فوتبال شهری باختر سابق فرغان تپه در بخش هم طی چند سال هنرنمایی میکرد. امروز هم در خط دفاع خیلی خوب هنرنمایی داشت و محض در قسم اول توسط انا همان مقاومت همین فوتبال بازیگران دسته استقلال موفق نشدند. تغییرات در حیاتی دسته به وقوع میپیوندد. گمانم اینجا سرمربی شاید به خط حمله بیشتر مراغ ظاهر کند یا شریدین بابایف را که جوان است. دلشاد دلشاد را مشاهده میکنیم. بله واقعا هم با میدان دلشاد وصیف میبراید و شریدین بابایف میدان را ترک مینماید و نفر دویم در حیاتی دسته استقلال عوض میگردد. دویمین بازیگر و ناظم باباجانov چون به میدان آمد و جای دلیر توختاسانov و اینجا هم دلشاد وصیف. حالا این بازیگری صاحب تجربه تیم ملی و باشگاه فوتبالی استقلال در خط حمله ببینیم که با میکالای زنکا چی کاری را میتوانند سامان دهند. دلشاد موردی که باز هم باعث بحث و گفتگو هم نیست. اینجا هم حالا فرصت هست که الکسی ماتروسوف توپ را از اوت به بازی درآورد. این همان لحظه ای که دلشاد خواست که در دقیقه اول فعال بودن خود را نشان دهد. کلوب مرکزی ورزش ارتش پامیر در دوره سبقت‌های دوری پنجم البته روز 17 اپریل در مهمانی دسته برچی در همین ورزشگاه دوری پنجم را انجام خواهد داد. بازی جریان میگیرد. فتح‌الله در مقابل دو نفر و باز هم دمیتری ارتیوم برانوفسکی و اکنون باز هم برگشت منوچهر اخمدوف به خط محافظت مرکز به احسان بابایف. اما چون فرصت است یکی از بازیگران دسته خوجند اینجا هم در نیمه چپ میدانی دسته استقلال آسیب دیده است و اکنون به یاری تعجیلی تیبی هم نیاز دارد. اعتراض دارد با داور بازی امروزه جهانگیر ارگشف چون در خط حمله این جوانی صاحب تجربه خیلی با سرعت و با جرأت تلاش کرد در قسم اول و در نیمه دوم هم. و نومانجان یوسفوف این سرمربی دسته خوجند شهر خوجند که نوکت با فعالیت شروع کرد بعد از اون فرصتی که رستم خوجایف از وظیفه سبکدو شد بعد ناکامی دسته خوجند شهر خوجند در بازی جوابی پلی آف جام کنفدراسیون فوتبال آسیا در مقابل با دسته اهلی ترکمنستان و هم رهبریت باشگاه فوتبال خوجند به خلاصه آمد که ستاد مربیان را اینجا دیگر نماید و اکنون با جریان موسم این ساله فوتبال کشور با جالبیت دیگر را ضم کند. البته الکسی ماتروسوف یکی از آن دروازه‌بان های محسوب می‌یابد که برای خوجند خیلی و خیلی چنین بازیگران کلیدی مهمند و وضعیت مراقب برای الکسی ماتروسوف که نوکر دربارش حرف زدیم. ناظم باباجانov چنین فرصتی خیلی جالب را خواست که باز هم استفاده کند. فتح‌الله به نیمه راست میدان میشتابد. بیا توجه میکنیم بازیگر به همین حالت. البته در فرصت مساعد همینجا کارگردان ها یک احساسات ما رو هم خوب میفهمند و برابری به میان آوردن همان لحظه های بحث برانگیز هم چون این مورد ها پیش نظر میاد حالت تکراری و بهتر است البته که اینجا هم مخلصان از این تاریخ بالی ها حالت های غیری چشم باش. بهترین لحظه باز بار دیگر هم رامز جلیلوف یک کوشش یک جهش دیگر را انجام داد با سر ضربه زد و بهترین فرصت ببینید بار دیگر که کمی دورتر از ستون چپی دروازه توپ از میدان بیرون شد. الکسی ماتروسوف
легионери эстониявӣ зуд тӯбро ба маркази майдон ҳаво медиҳад, аммо эсон панҷшанбе дилшод фатҳулло хеле хуб ҳасан рустамовро фиреб дода тавонист, аммо бахтиёр чориев иштибоҳи ҳасанро хуб сари вақт ислоҳ кард. фирдавс чақалов мешитобад ва акнун инҷо эсон дар муқобил бо фирдавс иштибоҳ содир кард. хуҷанд 10 имтиёз дорад дар зинаи аввал аст. истиқлол як бозӣ камтар баргузор кардааст бо 9 имтиёз дар зинаи дуюм аст. ин ҳамон ҳолате ки чӣ гуна фирдавс чақалов талош варзид ва ҳоло боз ҳам барои задани зарбаи ҷаримави ҳасан рустамов омода аст. аз нимаи майдони худ ҳасан рустамов ин корро албатта ба тарзи дигар ҳатман анҷом медиҳад, чунки фосила хеле ва хеле дур аст барои мустақиман ҷониби дарвозаи 106 Никола зарба задан. ва акнун фурсате ки боз Манучер Аҳмадов тӯбро ҳоло аз аут ба бозӣ медарорад. ва клуби марказии варзиши артиш баён кардем аз 4 бозӣ 6 имтиёз дорад. куктош дастаи хеле песаф маҳсуб меёбад, новобаста аз камтаҷрибагӣ ва бори нафуз дар ҳайати бошгоҳҳои футболи лигаи олии ҳунарнамоӣ карданаш 6 имтиёз дорад, дар зинаи чаҳорум аст. баъди пирӯзии дастаи регартадас ҳоло ҳам мавқеи дастаҳо тағйир хоҳанд ёфт. панҷшер ба зинаи поёнӣ мефарояд, регартадас ба зинаи болоӣ ва ҳамчунин акнун аз натиҷаи баъд аз куктош ба мақоми панҷумро ишғол хоҳад кард. бо 5 имтиёз дастаи регартадас хатлону панҷшеру барчи акнун ба зинаҳои поёнӣ мефароянд. акнун таваҷҷӯҳ мекунем бори дигар ҳам ба ин фурсат. Николай Зенка, Дилшод Восилов ва Нозим Бобоҷонов. Артём Барановский инҷо ҳам бо ҳамроҳи Аҳтам Назаров ва чун фурсат аст ки худи Амирбек Ҷурабоев ҳам баргашт ба хати дифоъ баъди оне ки ин бозингари шумораи 13 Нозим Бобоҷонов ба майдон баромад. эсон ҳам ҳимоякунанда дар ҳамон хати нимуҳофизат бештар мубориза мебарад. ҳамонон Нозим Бобоҷонов дар ин мавқеъ хеле фаъолтар аст. хеле хуб Нозим Бобоҷонов дар муқобил бо 2-3 нафар муваффақ мегардад. Ромиш Ҷалилов ин маротиба ҳама метавонад. ромиш ҳам хеле хуб бозӣ дорад, аммо фурсатҳои созгор, имкониятҳои ҷолиб аз даст нарафтанд. бори дигар ҳам Николай Зенка зарба зад. ҳатто ин фурсате ки боз ҳам бар рӯи яке аз дифоъгарон зарбаи Зенко бархӯрд ва баъдан ба ин мавзӯъ бармегардем. ҳуҷуми бо суръат аз ҷониби футболбозони дастаи хуҷанди шаҳри Хуҷанд, аммо ин на чандон вазъияти мураккабро барои 106 Никола ба вуҷуд овард. ва Фирдавс Чақалов фикр мекунам ҳамон ҷабрдидае ки бале чун зарба ба рӯяш бархӯрд ва каме истодагарӣ кард ва талош варзид, мубориза бурд ва акнун ҳолате ки зуд барқарор шуду боз ҳам ба даста пайваст. Ҳасан Рустамов оҳиста оҳиста қадам аллакай 3, 4, 5, 6 қадам ба сӯи пеш ниҳод. баргашт Саёд Зайниддин ишора мекунад аз ҳамон мавқеъ ки тӯб аз майдон берун шудааст. ҳамин корро метавонад, ҳақ дорад ки ба анҷом расонад. ҳоло ҳам Аҳтам Назаров бозам дар муқобил бо дигар футболбозон Амирбек Ҷурабоев. Фатҳулло зуд ба канори роси майдони хеш. аз ин мавқеъ ки боз ҳам Аҳтам Назаров ва дигар футболбозон бояд ки дар ҷараён бошад. ҳамин фурсате ки боз ҳам Ромиш Ҷалилов, Нозим Бобоҷонов ба ки акнун Манучер Ахмедов ва баъдан ҳам баргашт боз ҳам ба ҳамон хати дифоъ ба Артём Барановский. имконият акнун бозӣ комилан дар нимаи майдони Хуҷанд сипарӣ мегардад. ҳамон фурсат, ҳамон лаҳзаҳои деринтизор ҳам гумон меравад ки дар ҳамин дақиқаҳои паси саргардидаи сода ҳам ба амал меояд. яъне фишорҳо зиёд мешаванд ва иштибоҳҳо ҳам зуд ба назар мерасад ва шояд ки истиқлол муваффақ гардад. ҳоло Аҳтам Назаров инҷо ҳам боз Фирдавс Чақалов ин вазъиятро рафт кард. Аҳтам омода аст дар ин ҷараён ва нафари дигар ҳоло боз майдонро тарк мегӯяд ва баъд ба ҷои ӯ боз
بازیگری احتیاطی دلشاد بازارов میبراید. این همان اکبله جونز است. اکبله که در خط حمله این فوتبالباز گندگی در قسم اول تا اندازه بهتر بود، اما در نیمه دوم ما ضربه های مستقیما زده این فوتبالباز رو البته ندیدیم. دلشاد بازارов این دستپرور مکتب فوتبال شهری اصفره در باشگاه فوتبال زردار در لیگ یکم تا چند سال هنرنمایی کرد، همچون نشانزنی بهترین هم اعتراف گردید. دلشاد واسیف ضربه زد، اما این نه چندان ضربه قوی بود برای دلشاد. ضربه های توکلی ثمر نمی آورند. الکسی متراسوف اینجا هم اشاره به هم دستگانش دارد که شما نزدیکتر به نیمه میدان حریف شتابید. بله بهتر از در این جریان که لکه در همین موقع استوار باشند. فتح الله دوری ششم چمپیونات مملکت بین دسته های لیگ عالی البته روزی 18 آغاز میگردد. اولا پنشیر در میدان خود با استقلال رقابت میکند، کوکتاش باشد خوجند رو در میدان خود قبول میکند، کلوب مرکزی ورزش ارتش با ریگر تدز رقابت میکند و ختمان با برچی. یک بازی روز 18 اپریل، یک باخوری دیگر روز 21 اپریل و دو بازی دیگر روز 22 اپریل برگزار می شوند. رامش جلیلوف نازیم باباجان در این موقع فعالتر است، اما تو به نازیم باباجان رسیدنش خیلی در گمان است که با استثنای یک جهانگیر ارگشوف دیگر همه بازیگران الکی در همون نیمه میدان خوجندند. کبود پوش ها رو در نظر دارم که تکیه برای خاتمه دادن مساوی بازی امروزه دارند. البته از تکتیکای خودی نومان جان یوسف هم برمیاد. صاحب جان حکیموف، کاپیتانی دسته منوچهر احمدوف، خورشید بگنظروف، حسن رستموف و فردوس چقلو. پنجگانه که در خط دفاع ما این چهره ها رو مشاهده میکنیم. خط نیمه محافظت و اکنون دلشاد بازارов و بعدا هم در رفتی بازی امروز باز یک چند تن فوتبال بازانی که بیشتر مبارزه میبرند. حالا هم امکانیت به وجود نآمد برای فردوس چقلوف. حالا هم فتح‌الله مبارزه میبرد. حالا هم فتح‌الله و دلشاد یکدیگر را خوب احساس میکنند. فکر میکنم امیربک جورابویف پرتاب به همان منطقه راست در این موقع نقش رامیش بهتر است، اما نازیم باباجانو باز هم به امیربک جورابویف و احتم نظرov و فتح‌الله به یسان اشاره میکند که به مرکز شتابد، اما در این جریان احتم نظرov هم باز به نیمه میدان حریف. این فرصتی که دلشاد و بازی بارگر احسانی پنجشنبه جالبترین لحظه و واقعا هم دروازه‌بان واقعا دروازه‌بان است. آن نفر تصادفی نیست، اون فرد نیست که تجربه کم داشته باشد و خیلی ماهر و خیلی با جرأت تلاش می‌ورزد و موفق هم می‌گردد. چندین فرصت های گلزنی را برباد داد و دروازه را واقعا خوب دفاع کرد. فتح‌الله دورگشت مبارزه برد، توپ را از دست داد. هجومی با سرعت دلشاد بازارov، فردوس چقلوف میشتابد به کناری راستی میدان، اما توپ را اداره کرده نتوانست. کمی سرعتی پرتافتی دلشاد تیزتر بود. همانا رقابت جریان میگیرد، همانا وقت سپری میشود، همانا نتیجه برای هر دو دسته. من فکر میکنم برای دسته استقلال دلخواه نیست. خوجند را کافی است در مقابل با چمپیون 6 کرته مملکت، برنده 6 دفعه سوپر جام و جام جمهوری تاجیکستان، اشتراکچی 2 دفعه مرحله نهایی جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و همزمان برنده جام پرزیدنت کنفدراسیون فوتبال آسیا در سال 2012. خیلی باشگاهی صاحب تجربه و محبوبی کشور ما در عرصه همان مسابقات سطحی باشکوه قاره آسیایی. استقلال که امسال البته سبقت ها را هم خیلی جالب پس سر میکند برای شرکت در مرحله بعدی.
جام کنفدراسیون فوتبال آسیا و اکنون باز هم مشکلی، باز هم سرسونی و باز هم خوفی زیاد و باز هم فشارهای پای در پای فوتبال بازان دسته استقلال اینجا به نظر می رسد. چنین می نماید که همان موفقیت دور نیست. لحظه به لحظه حالا برای طی کردن همین فاصله فوتبال بازان دسته استقلال نزدیک می گردند. اما حسن رستمov توپ را زود زده از نیمه میدان خود برطرف کرد. حالا باز هم امیربek جورابویف، اینجا هم رامیش آماده است. باز هم در فرصتی در حالتی که قریب هم اینجا با صاحب حکیمو به اشتباه را دهد. دلشاد بازارов مبارزه میبرد در این جریان احسان بابایف و بعدا هم اکنون حمله را دلشاد کریموف ادامه میدهد، اما دلشاد بازارov در خط پیش موفق نمی شود. امیربek جورابویف در این نیمه میدان چون همیشه اکنون رامیش جلیلوف تلاش مبارزه را جالبتر می سازد. ارتیوم برانوسکی، رامیش به سوی پیش، ببینید چگونه فریب می دهد. بهترین امکانیت، جالبترین لحظه برای نازیم باباجانوف و قوی ترین ضربه هم در مقابل با دروازه‌بان اینجا نازیم باباجانوف سامانده. رامیش جلیلوف آسیب دیده است. بهتر است فتح‌الله توپ را زده از میدان بیرون کنید، اما چنین نمی کند. اوی 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 اوی، انا گولو مانا گل. جالبترین بهترین کامبیناسیا. بیا توجه میکنیم به حالتی با موفقانه دسته استقلال، چون احساس کردیم که همین فرصتی موفقیت استقلال هم خیلی نزدیک میگرده. با یک کوشش فتح‌الله اینجا هم یک عملی را انجام داد، پرتاب دقیق بود و دلشاد هم دیگر منتظر نشد. با یک کوشش، با یک عملی جالبش، یک حرکتی که ثمر آورد و نهایت همین مورد هم جالبترین فرصت بود برای فوتبال بازان دسته استقلال که به مقصد رسیدن و حساب رو توانستند که اینجا کشایند. لحظه به لحظه باز هم وقت برای خاتمه یافتنش نزدیک می شود. اظهار نگرانی، ناامیدی های فوتبال بازان خوجند اینجا هم حسن رستمov، صاحب حکیموف و همچنین خورشید بگنظرov، کاپیتان دسته منوچهر احمدov و همچنین فردوس چقلov. 5 دانه که چون مشاهده کردیم که خط دفاع را قوی کردن، برگشتند ها به همون موقع بود که این نقطه یعنی خط محافظه استوارتر باشد. اما ببینید که آن نفری ماهر، آن افراد صاحب تجربه در یک فرصت میتواند که کاری خود را سامان دهد. به مانند دلشاد واسیف که برقاسا در همین مورد وارد شد، پیدا گردید و رسالت خود را همچون حملگر انجام داد و حساب را کشاد. فردوس چقلov پرتاب با همون موقعی که دلشاد کریموف در اینجا بازی دارد و اکنون محمد جان حسن حالا به میدان میبراید. رامیش جلیلوف هم کمی آسیبش به گمانم جدی بود که از میدان بیرون شد و محمد جان حسن در خط محافظت کناری راست موقع رامیش را قوی تر خواهد کرد. احسان پنجشنبه اکنون باز هم نازیم باباجانوف در این جریان مبارزه ادامه می‌یابد و اکنون باز هم نیکولای زنکو، باز هم احسان پنجشنبه برخوردش در این حالت خیلی ناگوار بود. یک حالتی مشکل تره که اینجا به نظر رسید در مقابل با خورشید بگنظرov و زود هم داور کارت زرد نشان میدهد. این موردی که احسان پنجشنبه هم
اگر این حالت رو ما بار دیگر دوباره توانیم که ببینیم، البته یک فرصت، یک موردی انا همون برخوردی خیلی مشکل تره که برای هر دو بازیگر هم خوف زیاد رو میتوانست که به وجود آورد. ستاشیچ همون خاتمه نهایی رو انتظار بود. اما همین لحظه که احسان اینجا کمی با دقلی راه داد، حالتی که کمی غیر قاعده بود. حالا هم باز نازم باباجان مبارزه بود، اما در حالتی نو بازی فوتبال بازانی دسته استقلال قرار داشتند. استقلال امروز اگر موفق باشد، موفق گردد، اونگاه خوجان مجبور است که جایش رو با استقلال دهد و با زینه دویم فراید، چون که 10 امتیاز دارد. امروز استقلال اگر موفق شود با 12 خال صدرنشین جدول خواهد شد. خوجان در مقام دویم جایش باقی میماند، البته تو با خاتمه دوره پنجم، تو با آخرین بازی همین دور که میان برقچی و کلوب مرکزی ورزش ارتش صورت میگیرد. البته این واخوری روز 17 اپریل برگزار میگردد. اگر کلوب مرکزی هم ظفر یابد، با تناسب توپ‌ها اینجا هم باز موقع دسته خوجند شهر خوجند شاید همانو باقی ماند. 8-5 جمعی 3 رو در بر میگیرد و کلوب مرکزی باشد جمعی 1 رو. تناسب توپ‌ها باز نفر دیگر اینجا هم عوض میگردد در هیئت دسته خوجند شهر خوجند. دلشاد بازاروف تحت رقم 23 دلشاد کریموف تحت رقم 23 بازی میکرد، از میدان بیرون شد و با جای فوتبال بازی احتیاطی رقم 17 فرقت جان حسن بویف لگنر از جمهوری همجواری ازبکستان به میدان برآمد. دهه آخرین دیدار هر دو دسته، چون به دروازه حریف گل نزنی حتما به دروازه تو گل خواهند زد. ببینید که چگونه فشار بیشتر بود، چگونه حمله ها پی در هم، سلسله هجوم ها هم زیادتر بودند تا همون موردی که اکنون دسته استقلال موفق گردد. اکنون دلشاد واصف چون گل را زد و اکنون باز هم یک مورد مساوی احسان پرشنبه فتح‌الله باز به احسان فکر میکنم. بله همین طور هم باید باشد. احسان فتح‌الله بر میگرده به همین فرصت توپ را از او به بازی میدارد. موصوف این حالتی که باز هم در نیمه میدان استقلال یکی از بازیگران دسته خوجند واصف دیده است و با او کمک میکنم. به توجه میکنیم به همین فرصتی که به عمل آمد و البته یک تلاش، یک مبارزه بازیگرانی که امروز بیشتر همون احسان بابایف هستین، فوتبال بازی خطی نیمه حافظه در قسم اول هم یک امکانیت خوبی گلزنی رو از دست داد و در نیمه دوم هم همچنین خود اینجا هم چون افتید حالتی که اکنون پایش در فرصتی همون حرکت ها بیشتر گردن. اگر از معیار هم اینجا مبارزه زیادتر نشان دادن هر یک فوتبال باز اگر آمادگی همه جانبه جسمانی در سطحی ضروری نباشد، چون این حالت ها زود به نظر میرسند. احسان بابایف هم در همین وضعیت قرار دارد و اکنون موصوف میدان را ترک کرد. دکتری دسته بیرون از میدان به او کمک میکند، فتح‌الله توپ را به بازی میدارد. ارتیوم برانوسکی و اکنون باز این مراتبه فوتبال بازان خوجند حقوق دارند که از او زود توپ را به بازی درآورند. این کار را حسن رستم به انجام میرسانند. خورشید بیگ نظرов، صاحب جان حکیمov، باز هم بختیار چاریف. اوی بختیار، اشتباهی بختیار چاریف و در نهایت هم جالب ترین فرصت دلشاد بیان میکنه در همین مورد با هم دسته اش نازم باباجانوف. چرا چنین عمل را البته بدون اندیشه سامان دادی؟ حالا که در فاصله نزدیک دلشاد قرار داشت
و نازیم باباجانوف میتوانست که آهسته توپ را به دلشاد هوا دهد و دلشاد گل دوم خود را در بازی امروزه و در بازی الکسی ماتروسوف زند. تعداد مخلصان اینجا هم انگوش شمارند. برخی از آنها البته اینجا منتظر خاتمه وقتند و البته یک چند نفر بازیگرانی که الکی پزمون غلبه خوجند بودند دل سرد و ناامیدند به استثنای این سه نفری که کارگردان چهره را منظوری ما کردند و برخی از آن بازیگرانی که مخلصانی که حالا در ابتدا هم خوجند یک صدایشون بلند شد و بعد اون که حساب باز شد الکی دیگر مخلصی رو ادامه ندادند. رقابت محمد جان رحیم یا قبلا هم محمد جان حسن معرفیش میکردیم با دیگر نیم محافظتگری دسته خوجند شهری خوجند لگیونری ازبکستانی اینجا هم به نتیجه انجام یافت و اشتباهی مهمان رو هم داور خوب پیخست کرد و اینجا ارتیام برانوسکی و بعدا هم بود بار دیگر هم برانوسکی. اگر چنین فارغ بالی ثانیه نقش بزرگ دارد در فوتبال، یک دو الکی کافی است برای پیروزی یا برعکس. الکسی ماتروسوف باز هم فتح‌الله در این جریان پیش دستی کرد. باز هم اکنون این مراتب هم دل شد. خیلی خوب واسیور توپ رو به احتم نظرف، امیربک جورابویف، احتم. اگر این مورد هم حسن رستم رو پیش دستی نمیکرد آنگاه الکی برای دل شد فرصت از این هم بهتر به میان می آمد. بک نظرف مسعود به سوی پیش. وقت پسی سر میگردد. 3 دقیقه دیگر دسته ها در اختیار دارند. 1 یا 2 دقیقه وقت اضافه باشه در مجموع 5 دقیقه دیگر تا به انجام دیداری دسته ها در دوره پنجم چمپیونات مملکت باقی موند. 1-0 حالا هم میکولای زنکا مبارزه برد اما امروز زنکا نتوانست که یک فرصت سازگار و لااقل ضربه های مستقیم بیشتر و جانبی دروازه دسته خوجند زنند. یادآور میشویم که استقلال بعد این دیدار واخوری خود را در سفر با دسته پنشیر برگزار میکند و خوجند باشد همچنین در سفر مهمانی باشگاه فوتبال کوکتوش خواهد شد. برابریت باشگاه کوکتوش هم بیان کردند که اکنون امکانیت داریم که دوره ششم رو در حضور مخلصان سرشماری باشگاه نوتاسیس کوکتوش در ناحیه رودکی برگزار کنیم و این خوب است که البته با من آرزو و آرمان های دیرینه‌شان مخلصان باشگاه فوتبال کوکتوش رسیدن. یعنی من فرصت دیر انتظاری که در چمپیون در مسابقات لیگ یکم هم دستک زینه های افتخاری را اشغال کرد نتوانست دو سبب مالیوی که به لیگ اولی برآید. یک لحظه که میکولای زنکا اینجا کاپیتانی دسته خوجند را افتانید که منوچهر احمدوف بیرون از میدان بچه بیاری تاجری تیپی نیازمند است. بازی هم یک لحظه چون توقف شد اینجا هم باز صاحب حکیموف آماده است. دفاعگر که زود توپ را به بازی درآورد از همان منطقه ضربه جریمه بزند. وضعیت نچندان مرکب‌تر است و اکنون اگر با کم تجربگی از یک جانب توجه کنیم از جانب دیگر البته اینجا هم خط حمله دسته خوجند نه آنقدر فعال است که موافق مطلبی رسیتاب مربیان باشد. فتح‌الله یکی را و سوی پیش چرا حسن رستموف اینجا ایستادگری کرد. این چی حالت است؟ یک باره آیا چنین موردی که خیلی و خیلی مشکل مرکب است برای دروازه‌بان چرا که دفاعگران اینقدر فارغ باری کردند؟
رقابت دسته ها خیلی جالب جریان گرفت در قسم اول چون مشاهده کردیم و همچنین در نیمه دوم دیدار امروزه هم باز جالبیت بیشتر به نظر می رسید. جهانگیر ارگاشف و همنگر دسته خوجند شهر خوجند البته در موردهای ضروری در قسم اول فرصت سازگار را استفاده کردن نتوانست و بعدا هم احسان باباєв یک امکانیت جالب رو و همچنین اکبلی جونز در قسم دوم میدان را ترک کرد. بیا توجه میکنیم حالا با همین فرصتی با عمل آماده که خودی جهانگیر ارگاشف در مقابل با نیم محافظتگری خط مرکز جورابایف چگونه اشتباه صادر کرد و به خطاگی راه داد و 3 دقیقه وقت که اضافه به نیمه دوم علاوه کرده شد و اینجا هم باز قاعده ویرانکنی به نظر می رسد که داور هم بدون مبالغه در این جریان با فوتبال بازان دسته خوجند در همین مورد به توجه میکنیم با دلشاد بازاروف هم در مقابل با بازیگر احتیاطی که در قسم دوم ناظم باباجانو به میدان برآمد غیر قاعده عمل کرد و حالا باز کارت زرد به این فوتبال باز هم نشان داده شد. جهانگیر ارگاشف حالتی که مقابل امیربک جورابایف عمل کرد و داور به او کارت زرد داد. ارتیام برانوس که ضربه جریمه‌ای میزند. حالا هم در این لحظه باز حسن رستموف و احسان پنجشنبه چون رقابت کردند و البته با آرامی با نظام و ترتیب بیشتر اینجا هم داور مراق ظاهر میکند چون که بازی های قبلی دوری چهارم هم خودی ستاد داوران را البته نظام و ترتیبش به طرف نگذاشت و امیربک جورابایف و حالا هم از مرکز میدان چون فرصت از به کناری راست اینجا آخرین کوشش چقلوف دوران یک کارت زرد دارد. اگر این مرداتی با هم داور به جای بخود دست برد آنگاه بله همین طور هم شد و این لحظه که دوران جان ارگاشف دومین کارت زرد خود را میگیرد و اکنون مجبور است که میدان را ترک کند و من فکر میکنم که این رفتار دوران ارگاشف البته شایسته احترام و تحسین نیست. نباید با داور چنین معامله کرد معاشرت کرد و چون امر داور اشاره شد کارت دوم زرد بدون مبالغه هم اینجا البته همان مجازات واقعا هم سزاوار است. کارت دوم زرد است و این حالت اکنون دوران ارگاشف میدان را ترک میکند و بعد آن اشتباهی که در مقابل با فردوس چقلوف رخ داد و داور سیاد زینالدین و بیاور داور اینجا هم در مورد تصدیق همین عمل اندیشه را بیان کردند و اینجا هم دیگر جای گفتگو نیست که خودی دوران ارگاشف به خطاگی راه داد. آخرین امکانیت فوتبال بازان دسته خوجند شهر خوجند شاید انا همین مورد باشد، انا همین حالتی که حالا باز بازیگر بختیار چاریوف این در اجرای ضربه های استانداردی هم بیشتر تجربه خوب دارد و عادتا ضربه های استانداردی دسته خوجند را همین بازیگر به انجام میرساند و فرصت است که توجه کنیم به آخرین امکانیت بازیگران شهر خوجند. چاریوف ضربه میزند و بار دیگر هم در این مورد چاریوف امکان دارد که باز هم حمله را ادامه دهد. باز پرتاب به جریمه‌گاه به نیمه میدان دسته استقلال مستاشیچ نیکارا در این مورد سراسیمه نیست و اکنون 3 دقیقه که سیاد زینالدین با قسم دوم بازی امروزه وقت اضافه تعیین کرد اما کسال یافتن همان فرصت هایی که توقف بود به آسیب و آزاری بازیگران وقت تو اندازه طول کشید. همین طور دیدار دسته ها به انجام رسید و استقلال در این دور پنجم غلبه خود را هم باز به دست آورد و استقلال از 4 بازی انجام دادهش 4 غلبه دارد و بدون مساوی و باخت این دور را هم انجام داد. جمع بست کرد تناسب توپ‌هایش 8-2 جمع 6 را در بر میگیرد و با 12 خال اکنون صدرنشین جدول شد. خوجند بعد ناکامیش جایش را در جدول لیگ عالی فوتبال کشور عوض خواهد کرد. این همان لحظه که اکنون بعدی پیروزی دسته رگرتداز اینجا هم تو اندازه اکنون موقع تغییر می‌یابد چون که پنشیر هم ناکام گردید و خطلان هم بازی رو مساوی 1-1 با 5 امتیاز در مقام پنجم است. تغییرات بعد از خاتمه
البته بازی برقچی و کلوب مرکزی ورزش ارتش با وقوع خواهد پیوست، چون که کلوب مرکزی عین زمان در مقام سیوم بود. این همون ضربه مستقیمه که چون فتح‌الله یک کمبیناسیون جالب رو انجام داد و در نهایت هم دلشاد واسیو با موفقانه آن رو به گل انجام داد. برای توجهتان دوستان عزیز تشکر میگیم که ما رو همراهی کردید و این بازی جالب رو با هم تماشا کردیم. سلامت باشید.